به نظرت که 10 سال تمام هر روز نقاشی بکشی استاد میشی، درسته؟ اما خب من این نفر رو میشناسم که 20 سال تمام هر روز نقاشی تمرین میکرد، اما در آخر حتی یه دونه از تابلوهاشو نتونست بفروشه. و از طرفی یه دختر 18 ساله رو میشناسم که فقط با 6 ماه تمرین تونست یه دونه از تابلوهاشو به قیمت $500 بفروشه. سوال اینجاست که رازش چیه؟ توی این ویدیو قراره 3 راز مرگباری که همه آرتیست ها انجامش میدن رو بهت بگم و تا آخر ویدیو بمون، چون که یه تمرین بهت میگم که نه هیچ جا شنیدی و نه هیچ جا دیدیش. بریم سراغ اشتباه اول که من بهش میگم وسواس بیخود روی جزئیات. بذار داستان واسه تعریف کنم. یکی از دوستای من 10 سال سابقه داشت. ماها روی تابلو کار میکرد. وقتی که تابلوشو تموم کرد ازش پرسیدم که وقتی به تابلوت نگاه میکنی چی میبینی؟ و اون اینجوری بود که هیچی، افتضاح شده. میدونی چرا؟ چون که تمرکزش رو کامل روی جزئیات گذاشته بود و کلیت چهره رو فراموش کرده بود. یه راز هست که هیچ کدوم از استادها بهت نمیگن. از درشت به ریز برو، نه از ریز به درشت. وقتی که فرم کلی صورت رو با سایه های درشت مشخص کنی و آروم آروم سراغ جزئیات بری، خودت معجزه رو میبینی. بریم سراغ دومین اشتباه. اشتباه دوم به این سادگیه که همیشه داری از روی عکس نقاشی میکشی. بذار یه آزمایش واسط بگم. اگه همین الان بهت بگم یه سیبو بکشی، خب طبیعتاً یه دایره میکشی با یه برگ سبز که روشه. اما اگه یه سیبو بذارم جلوت که نور از بالا بهش میخوره، میبینی که یه طرفش سایه است، یه طرفش روشنه و یه جا نارنجی میفته، یه جا قهوه‌ای. چشمای ما میتونه 300 درجه رو ببینه، اما دوربین فقط 50 درجه رو شکار میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو داری با چشمای دوربین نقاشی میکشی، نه با چشمای خودت. و استادای نقاشی میگن که باید بری از روی طبیعت نقاشی بکشی، از روی زندگی واقعی. دلیلش هم اینه که اون موقع تازه درک میکنی که نور واقعی چطوری روی اجسام، روی فرمشون تأثیر میذاره. و اگر که تا الان از روی چیز واقعی نقاشی نکشیدی، امروز رو به عنوان اولین تمرینت در نظر بگیر. سومین اشتباه آسیب دیدن از نقده. یادم میاد یه بار یه تابلو کشیده بودم، رفتم به استادم نشون دادم. خیلی واسش زمان گذاشته بودم و وقتی استادم اون تابلو رو دید اینجوری بود: برو از اول بکش. من تا یه ماه بعدش نقاشی نکشیدم. آره، اما بعدها فهمیدم که اون استادم درست میگفت، منتها بد گفته بود. نقاشی‌ها وقتی که نقد رو قبول نکنن هیچ وقت رشد نمی‌کنن. و رازی که هیچ استادی بهت نمیگه اینه که نقد رو باید فیلتر کنی. یعنی چی؟ نقد کسی برات مفیده که از تو جلوتر باشه. نقد یه آدم مبتدی رو هیچ وقت نباید بپذیری. اما نقد یه استاد رو با جان و دل بپذیر. یه راز هست، به جرئت میتونم بگم قدرتمندترین تکنیکیه که بهتون کمک میکنه پیشرفت کنید. اینه که تنها کسی که میتونه از نقاشی شما نقد کنه فقط خودتونید. آره، وقتی که نقاشی میکشید یه هفته نگاش نکنید، بعد برگردید تابلو رو بذارید جلوتون، خودتون نقطه ضعفاتون رو متوجه میشید. توی کارگاه نقاشی یه شاگرد 3 ماه تمام روی تابلوی پورتره کار کرد. وقتی که کارش تموم شد به استادش نشون داد. استاد 10 ثانیه به تابلو خیره شد. بعد رفت گوشه کارگاه، یه مشرنگی مشکی برداشت، ریخت روی پالت و ریخت روی تابلو. شاگرد اینجوری بود که چی کار کردی؟ این همه زحمت کشیده بودم واسش. اولش گیج شده بود، اما یکم که گذشت فهمید همین لکه مشکی باعث شده نقاشیش عمق بگیره و از حالت کارتونی به یه اثر هنری واقعی تبدیل بشه. استاد به شاگردش گفت که
تا وقتی به خودت اجازه ندی تابلوتو خراب کنی نمیدونی که به نقاشیت پایان بدی. خب حالا بیا یکم علمی تر به قضیه نگاه کنیم. تحقیقات نشون دادن که 80% پیشرفتی تابلو توی 20% اول وقت اتفاق میفته. یعنی همون کادربندی، سایه ها و کلیت کار. و 20% پیشرفت آخر کار 80% تایم رو میگیره. اونجاست که وسواس شروع میشه. اونجاست که 10 بار رنگ رو عوض میکنی و اونجاست که دیگه نمیدونی نقاشیت بهتر شده یا بدتر. وقتی که حس کردی به 80% رسیدی، بایست. یه هفته برو، بعد برگرد. نقاشیتو نگاه کن و اگر دیدی که همون 80% کافیه، خب تمومش کن. و بهت قول میدم که اون 20% رو هیچ کس جز خودت نمیتونه بفهمتش. چون که مخاطب اون بیننده که نقاشیتو میبینه فرق بین 80% و 100% رو نمیدونه. فقط تویی که داری خودتو عذاب میدی عزیزم. حالا میخوام یه تمرین بهت بدم که بتونی مهارتت رو تقویت کنی. اسمش تایم باکسینگه. چجوری انجامش میدی؟ تایمر گوشیتو 45 دقیقه تنظیم میکنی و بعدش یه چیز ساده انتخاب میکنی. میتونه سیب باشه، یه لیوان یا حتی طبیعت. و وقتی که تایمر زنگ خورد مدادتو باید بذاری زمین. حتی اگه نصفش مونده باشه کارتو تموم میکنی. این کارو 10 بار تکرار کن. نمیگم که 10 بار توی یه روز. مثلا من خودم 3 روز در هفته این کارو انجام میدادم. اتفاقی که میفته اینه که ذهنت یاد میگیره چطور توی یه زمان محدودی اولویت ها رو مشخص کنه و بعد از 10 بار خودت میبینی نقاشی چقدر سرزنده تر شده، چون که دیگه اون 20% اضافه کار نقاشی تو خفه نمیکنه. رازی که استادها بهت نمیگن و یکی از اصلی ترین رازهای این ویدیو اینه که نقاشی فقط هنر اضافه کردن نیست، بلکه هنر کم کردن هم هست. مثل یه مجسمه ساز، اونها سنگ رو نمیسازن، اونها چیزهای اضافه رو کم میکنن تا اون شاهکاری که داخلش هست بیرون بیاد. پس تو هم اونقدر به نقاشیت اضافه نکن که خفهش کنی و یادت باشه که یه نقاشی تموم نمیشه، بلکه فقط رها میشه و هنر واقعی توی همون رها کردنه. خلاصه امروز، اشتباه اول وسواس روی جزئیات قبل از کلیت کاره. اشتباه دوم همیشه از روی عکس کشیدنه. اشتباه سوم شخصی گرفتن انتقاد هاست و راز بزرگمون اینه که بدونی که تمومش کنی. من مهشید هستم. اگه این ویدیو برات مفید بود میتونی به کانالم سر بزنی و ویدیوهای بیشتری در این مورد ببینی. تو کامنت ها به هم بگو که کدوم اشتباهو بیشتر مرتکب میشی. توی ویدیو بعدی میبینمت. تا اون موقع برو و یه چیزی نقاشی کن، حتی اگه افتضاح باشه.